چی من زیاد دوا نمیخورم، هیچ نام دواها را یاد ندارم. خب کسایی که حس میکنن که بدنتان مثلا به ضد عفونی ضرورت داره، هر روز صبحکی نهار، البته نشان میدم که چه قسمی دانه سیره. وقتی که صبحانه از خواب بیدار میشین کاملا نهار، یعنی هیچی نخورده باشین، همراه نیم گلاس آب گرم، آب شیرگرم، یعنی آب که جوش خورده باشه بگیرین. انت بخورین باشه براتون مجبور نشان بدم. قرتش کنین، یعنی نجارین، اما قسمی قرتش کنین با آب شیرگرم از پشت نیم گلاس آب جوشانده که سرد شده باشه بنوشین. یعنی دیگه اصلا ضرورت ندارین که شما چرخ خشکان مصرف کنین. وقتی که میفهمین چرخ خشکان چقدر ضرر خودم داره. سیر خودش یک ضد عفونی کننده، شما ضرورت ندارین که داروها رو مصرف کنین بدنتان رو به خطر بندازین. یعنی خداوند به ما و شما همه چیز داده، در صورتی که ما و شما بفهمیم که چطور از او نعمت‌های